اینا دیوس تازه هستن. بله دیوس آن آدمی که گناهی خواهر یا مادر یا دختر یا همسرش را اقرار میکند. اون گناه فقط فحش نه، حتی عرق نوشی هم گفتن. اگر بیند که مثلا خواهرش یا همسرش یا دخترش عرق می نوشد یا پیوه می نوشد و گپ نمیزنه، این هم دیوس است. و این چون این رقص کردنش در حضور دیگر مردها، کسی میبیند و این کار نمیکند، میفهمد و این کار نمیکند، او هم دیوس است. یا بعضی برادرها هستن مثلا زنش پیش میمون به چای میبرد، زنک میبره چای میماند میبره تا هاش نیماستین بدناش میتاوند گردن، اونم دیوس است. برحمد این سخن گیرید به تمام دنیا دور زنید. مگر سخن دروغ گفتم؟ من از نگاه شریعت سخن میکنم. یعنی در شریعت اسلام همین آدم ها، هر آدمی که زنش در گناه یا همین بچه‌هایی که زنش توی میکند فرته میپوشد در پیش مردم میبره، هم اومده به اون زنک کلین نگاه میکنه، اینم دیوس است و دیوس به جنت نمیدراید. و این